درود به همگی. چطوری بچه‌ها؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو خفن. برم یا تو بری؟ جفتمون با هم میریم داداش. آره ویدیو سعی کن نخندی و خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی خفن دیگه. امروز رکورد کاستومو داشتیم، یعنی بعد کاستوم این ویدیو میاد که واقعا برنده ماخرم خودت مجازات میشی داداش. یه چیزی بهت بگم، من تو همیشه تو ویدیو پوکریم، همیشه پوکر نیست. بریم سراغ ویدیو. بذار وایسا، اصلا این نفر ازش میگذرم. از اول داستان میگم. یه نیشخم بزنی، ببین یه اینجوری کنی اشکال نداره، ولی اگه دندونات معلوم بشه با این دندوناش خواهر چون نمیدونست اشکال نداره. دندونات معلوم بشه ادامهشو برو. Shoot a cyborg! The freaking cyborg drunk, bro! Cyborg! The freaking cyborg drunk, bro! شرارت های پایان می آورد شغل مردن که بود. کسکش خندید. بابا من چیکار کنم دنگایی؟ اولین باخت مایکی رادی. درگیر نجات شهر بودم مامان. بابا بزن کنم شین شام گرم کردم بی بخور. الان کیه؟ مردم شهر مهمتر از شام بودن. مردم شهر مهمترن؟ میزنی؟ چیکار کنم؟ مردم با هم نیاز داشتن گفتم میزنی حالا. الان ساعت چنده؟ خب میخورم شام چیه؟ کوفت. نمیخورم سیاه. بیدارم نخوردی؟ مواظب باش پسر. چی کار میکنی لعنتی؟ وای خدایا یارو داره میره لعنت بهت سکته زدم. میچی جالب برام اصلا نبود یارو داشت میرم. اصلا این که مثلا کامنت ها رو بیار بخونی. نگاه کن داداش من نگاه دوبله فیلم آمریکایی اکشن. مواظب باش پسر. چی کار میکنی لعنتی؟ سفرت سلامتی. وای خدایا عملکرد نسبین در مقابل مشکل. جی تی آی فارسی. لعنت بهت سکته زدم. معلوم. This is bullshit. I'm fast fuck boy. چی شد؟ داشته ندارید شیر میاد. معلومه سوختگی بود. اوی چی شد؟ زد تو صورت خودش. این رادی رو خندید یک تو صفر فعلا مساویت. معلومه که صفرم به چه مزخرفی بخواه. خوب افتاد. هر دوتا تو خندیدید. من نخندیدم. صدای نفس یه نفر اومد. نمیدونم آقا صدای نفس یه نفر. نفسی کشیدم بالا. نه اینجوری کردی. نه من تو بودی خودت. دارم بالا نخندیم. اوکی هست. فهمید شد؟ نه صدو جیغ پسره بود. نگاه کن. مار آمریکا مار انگلیس مار منافقین کافا مار اسرائیل می‌داریم. مامانش میگه
من دخترمو به هر کسی نمیدم، حالا بزن. ولی دخترش داده به همه رفیقان اومدند دشمن به بابا دادم. نه دخترت خبر داری؟ دلبر مهران جان باختی. نه من نخندیدم، من تعریف کردم. نه مهران کلا اینجوری حرف میزنه. آره من کلا با خنده دندونات نبا وسط ویدیو معلوم باشه. بزن. تو نفسم همین نه من حبس به قیافش خندم. چپت گفت چونم عزیزم. آره الان شما رسیدیم. بیشورایید. بچه ها خوابیدن تو ماشین. بابا نمیشه، من قهرمان محمد رو تازه از سر اینا انداختم. نمیشه. آره آقا بخواید باش. خب کجا بریم؟ هم تویی چی هم چرا برام تو همین؟ نیستی مایی؟ چرا تو نیستی؟ چون من سینگلم داداش. زر نزن، شبایی که میومدی اینجا پیش من مسخره میکنی. اوکی. سلام دوستان عزیز. ما برای صبح که کافی دوست دارید هم ناسکافه آوردیم، ناسکافه برند معروف، هم برند ستار باکس. توی مغازه صبح به کافی نیاز دارید در خدمت شما هست. ستار باکس. خدای منو ببخش. چرا من خندیدم؟ بابا این شاید خب بلد نبوده. چرا من خندیدم؟ خدای منو ببخش. ستار باکس. ستار باکس چیه؟ نه دو شما دو تا با هم خندیدیم بعد. نه دیگه من اینم. تو یک من 2-1. ستار باکس. چیکار میکنی؟ ببین یه دفعه دیگه دست به من بخوره من بهت میگم پیاما. بزن ویدیو رو دیگه. آقا یه لحظه وایستا. تو هم یاد امیر افتادی موقع تو پلیش. اوکی. میگن گل پری دیر نمیدم سرسری گلی باسای زرزری دارم از هر کسی من اینطوری همون هیچ کسی نمیدونم من از وری ناراحت نشی ولی خودت چرا خودت شبیه شوهرم من بود. تمام شد. مجازات. من که فقط نشستم اینجا تمام. خوبه ما با حال برم زن. بذار بعد من مجازاتو بدم که من راحت شم خلاص شم. چرا من آبلیمو نباشم؟ نصفشو یزید. نصفش. توف نکنی ها. سر بکش با اینو جلو مهمون میخوای بذاری سر سفره. خوشمزه بود. آقا این واقعا تخم مرغ فکر نکنید رفته بیرون چیز کرده. واقعا تخم مرغ خامه. معلومه دیگه تو آب زد. ماقبی. خب بذار اول یه ذره زبون بزنم چی. نه شوره بخور. نه اول اونم شوره داداش. من بفهم چه بهتم چرا بود ترش اومد. چون آبلیمو خوردیم. شوره بخور شوره. سر بکش قورت بدی ها. بخور. به خدا پس بدی میکشمت. نه پس نده. بخور. بخور. بذار بده اشکال نکنه. داره میمیره. آقا مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید و لایک و کامنت و سابسکرایب چنل یاد نره. دارم حرف میزنم. زنده ای؟ بدرود آقا خداحافظ.